دنیایی که ما نظاره می‌کنیم از دو عنصر مهم تجسمی تشکیل شده: شکل و رنگ که لازم و ملزوم یکدیگرند. هر موجودی که تو این دنیا می‌بینیم اولا لحاظ شکل و اندازه احساس میشن و بعد پوشش رنگی آن مورد توجه قرار میگیره. پس رنگ علامت مشخصه هر شیء طبیعیه. مثلا یه گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه میکنه و یا یک میوه رنگی با رنگش اعلام میکنه که رسیده است یا نارسه. پس اهمیت رنگ در زندگی انسان اگر بیشتر از فرم نباشه، کمتر از اون هم نیست.